در خیابان رحیم جلیل مغازه شهری افسانوی افتتاح یافت. در مراسم کشاده‌شوی رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده اشتراک نموده از مال و محصولاتی به فروش گذاشته شده دیدن کرد. مغازه مذکور با تشبث صاحبکار وطنی یعقوب جان رحیم بایف به فعالیت آغاز کرده از 2 آشیانه و تخانه عبارت است. در اینجا اساساً سر و لباس بچگانه و بازیچه‌ها با نرخ و نوای گوناگون به فروش گذاشته شده است. شرایط داده، اجازه داده، ما اکشلا آمده همین کارهای که دیورها و دخترها حرکت کردن ساختن. الهی همین نصیب کند، خلق خدمت کند. یعنی بچه‌های چیز بدهد، بچه‌ها خواستگی چیزش آرستد. محصولاتی به فروش گذاشته شده استحصال دولت‌های چین و ترکیه می باشد. در مجموع 174 نامگوی مال و محصولات را دریافتن ممکن است. برای بنیاد و به استفاده دادن این مغازه 5 میلیون سومانی مصرف شده است. از روز اول فعالیت مغازه سیر خریدار بود. در آینده صاحبکار تصمیم گرفته است که برای قانع نمودن طلبات ساکنان مال و محصولات با صفت را پیشنهاد کند. همه برندها در اساس برند اروپا می باشند. هم دسترس شدگی به ما خرید کرده میتونند با نرخ هم ابرز و ارزان هم طلبات به جوابگو بچه‌ها زیان نمیرسانند. با تشکیل نمودن شهر افسانوی 10 نفر با جای کار و معاش دائمی تامین گردیدند. کارمندان مرکز سودا از تشکیل مغازه و تامین شدن با جای کار اظهار خوشنودی نمودند. سامان با ما معاش معلوم شد. ما در اینجا در این یکم آشیانه کار میکنیم برای ایگروشکاهای ماشینچی و میخی ایگروشکاها به مردم میفروشیم. مغازه مذکور همروزه فعالیت نموده امکانیت انتخاب سر و لباس بچگانه و بازیچه‌ها را برای استعمال کننده مهیا می‌سازد. گزارش گل‌حیا کمالزاده و نعیم ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.